و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ای محمد ما تو را مبعوث نکردیم مگر رحمتی باشی برای جهانیان. به یقین رسول خدا صلی الله علیه وسلم مایه رحمت و مهربانی، لطف و رأفت بود برای انسانها، برای حتی حیوانات، حتی جمادات. رسول خدا صلی الله علیه وسلم بی‌نظیر بودند در نوع رفتار. به همین دلیل الله می‌فرماید و انک لعلی خلق عظیم، تو بر اخلاق والا و بالایی هستی. به همین دلیل الله در قرآن می‌فرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. به مؤمنین رؤوف رحیم بود. ما مسلمانان اگر رسول الله را می‌شناختیم، اخلاق و رفتار و ویژگی های رسول الله صلی الله علیه وسلم، نحوه رفتار و برخورد رسول الله صلی الله علیه وسلم را میشناختیم، امروز در واقع یک انسان های کامل بودیم. به یقین هیچ انسانی به رسول خدا تأسی نمیکنه، اقتدا نمیکنه و الگوی خود قرار نمیده مگر اینکه انسان موفقی خواهد بود. رسول خدا صلی الله علیه وسلم در تمامی عرصه ها و در تمامی زمینه ها موفق بود. با در واقع هیچ بودجه‌ای، با هیچ نوع سرمایه‌ای تونست جهان را متحول کنه، توانست انقلابی را در جهان ایجاد کنه و بشر رو به اوج سعادت برسونه. و این نشان دهنده اینه که این انسان میتونه و این انسان در سایه اقتدا به رسول خدا میتونه به سعادت برسه. در بحث همسایه مطالبی لازم هست بیان کنیم. همسایه بعد عذاب، آتش، ناامنیه. به همین خاطر رسول خدا صلی الله علیه وسلم همسایه بعد جایش را در آتش جهنم قرار داد و فرمود خطاب به همون زنی که نماز و روزه و زکات و حج و صدقات و خیرات انجام میداد اما بددهن بود و همسایه را آزار میداد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود هی فی النار، در آتش جهنم. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم کان یستعیذ بالله من جار السوء، به الله پناه میبرد از همسایه بد. و چه بسا میفرمود اللهم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقامه فان جار البادیه یتحول. فرمودن بار الها من به تو پناه میبرم از همسایه بد، اون هم در سرای ابدی، یعنی در آتش جهنم خدا اینا کرده اگر انسان اونجا باشه، در جای بد، همسایه بد در آتش، در مکان ابدی. زیرا در دنیا میگه تحمل میشه کرد، یعنی میخواد در این حدیث به نحوی همسایه بد رو برسونه که این همسایه بد چقدر در واقع آزاردهنده است برای انسان و روح و روان انسان رو اذیت میکنه. حضرت عایشه روزی از روزها به رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود، عرض کرد ای رسول خدا اگر قرار باشه من هدیه بدم به دو همسایه، یک همسایه نزدیک و یک همسایه دور، به دو همسایه در واقع دو همسایه عذر میخوام که نزدیکی به همن، کدام یک اولاترن؟ حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند که به همسایه‌ای که در منزلش به تو نزدیکتره، به اون همسایه‌ای که در منزلش به تو نزدیکتره اون اولاتره به هدیه دادن به او و خوبی کردن و نیکی کردن به او. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.